بهره بردیم از صلوات بسیار جذاب و دلنشین برادر بزرگوار قاری عبدالمنان براهی. و در این بخش از برنامه ها در خدمت اولین سخنران مراسم امروز خواهیم بود، جناب حضرت استاد مولانا عبدالغنی بدری حفظه الله تعالی، استاد تفسیر و حدیث دارالعلوم زاهدان. استقبال بفرمایید با ختم صلوات غرا بر محمد و آل و اصحابش. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سروران ارزشمند، مؤمنین خداجو، نمازگزاران بزرگوار، قبل از هر چیزی از الله عز و جل میخوام و مسئلت داریم که طاعات و عبادات و بندگی همه ما را به بارگاه خودش قبول بفرماید. بالخصوص یک ماه صیام و قیام را و الله عز و جل به همه من و شما توفیق استقامت عنایت بفرماید. خداوند توفیق بده که دستاوردی که در ماه مبارک رمضان به دلیل قیام و صیام، به دلیل نماز و روزه ایجاد شده، اون دستاورد را داشته باشیم، اون را حفظ بکنیم و اون را تا آخر زندگی روز به روز اون را تقویت بکنیم، اون را قویتر بکنیم. عزیزان، هر یکی از اعمالی که ما انجام میدهیم
از عباداتی که ما انجام میدهیم این عبادت یک تأثیر خاصی در روح و روان انسان دارد، در معنویت انسان دارد. مثلا روزه گرفتن تأثیرش اینه که تقوا اضافه میشه، خدا ترسی اضافه میشه. با روزه گرفتن انسان خودش را عادت میده به ترک گناه، عادت میده به دوری از نافرمانی خدای عزوجل. اصل فلسفه روزه همینه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله تعالی می فرماید روزه فرض شده تا اینکه شما با تقوا بشید، تا اینکه شما خدا ترس بشید، تا اینکه در وجود شما خدا ترسی بیاد. تمرین خدا ترسی هست. شما در ماه مبارک رمضان از مال خودتون اجازه ندارید استفاده بکنید. گرسنه هستید، تشنه هستید، احیانا نیاز جنسی پیدا میشه، همه چیز در خانه وجود دارد، غذا هست، آب هست، انواع نوشیدنی ها هست، اما انسان به طرف اونها نمیره. چرا؟ چون که دستور رب هست، فرمان پروردگار هست. وقتی که انسان تمرین داره که از مال خودش استفاده نمیکنه، وقتی که انسان تمرین میکنه که به سوی خانه حلال خودش نظر نداره به دلیل اینکه دستور خداست، قطعا این انسان یاد میگیره که هیچ وقت به مال غیر هم نظر داشته نباشه، به ناموس دیگران هم نظر داشته نباشه. این خودش یک نوع تمرین خدا ترسی هست، تمرین تقواست، تمرین دوری از گناه هست. لذا عزیزان دستاورد روزه اینه، اولین دعا این باشه که خدای عزوجل به ما توفیق بده که ما بعد از ماه مبارک رمضان بتونیم که این دستاورد را حفظ بکنیم. تقوایی که حاصل شده این تقوا را دوباره با آلودگی ها، با معاصی، با گناه، با خلاف شر، با خلاف دستور پروردگار از دستش ندیم. حدیثی معروف هست همیشه در ماه مبارک رمضان خونده میشه. یک مفهومش همونی که در ماه مبارک رمضان ما میفهمیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هر کسی که دروغگویی را ترک نکند و عمل کردن به دروغ را ترک نکند، خدای عزوجل نیازی ندارد که اون غذایش را ترک بکند، اون نوشیدنیش را ترک بکنند. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه او کما قال علیه الصلاة والسلام. ولی اون حدیث الان هم میتونه مفهوم داشته باشه که کسی که از این به بعد هم گناه را ترک نکند، از این به بعد هم دروغ گفتن را ترک نکند، از این به بعد هم عمل به دروغ را ترک نکند، از این به بعد هم کلاهبرداری که نوع عمل دروغین هست ترک نکند، پس خدای عزوجل نیاز به روزش نداره. اون روزها روزه گرفتی تا اینکه تمرین بکنی، اون روزها روزه گرفتی تا که با تقوا بشی، خدا ترس بشی، ترک کنی گناه را و عادت کنی به ترک گناه. لذا اگر بعد از ماه مبارک رمضان ما بیاییم و دوباره همون عاداتی که قبل از رمضان بوده، همون چیزی که قبل از روزه گرفتن بوده، ما دوباره اونها را تکرار بکنیم، دوباره بیاییم و گناه بکنیم، خلاف بگیم، خلاف عمل بکنیم، خلاف ببینیم، خلاف بشنویم، خلاف بر زبان برانیم، اون وقت نیازی نبود که یک ماه تمام به قول بعضی ها زجر بکشیم، یک ماه تمام ما خودمون را اذیت بکنیم. لذا عزیزان ما یک ماه تمام این تمرینات را کردیم تا اینکه ما گناه را ترک بکنیم. ما در واقع هر یکی از این اعمالی که ما انجام میدیم هر یکی این تأثیرات را داره. به عنوان مثال در قرآن کریم در رابطه با نماز آمده ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز هم انسان را از فحشا و منکر باز می‌دارد. اکثرا کسانی که نمازشون را درست میخوانند، البته بعضی اینجا سوال میکنند که خیلی ها نماز میخونند دروغ هم میگن، خیلی ها نماز میخونند کلاهبرداری میکنند، خیلی ها نماز میخوانند و
دیگه خلافای دیگه هم میکنن که اینجا ذکرشون مناسب نیست. چطور نماز انسان را باز میدارد از فحشا و منکر، از گناه و از معصیت؟ در واقع نماز که نماز باشد، نمازی که نماز درست باشد. گاهی ما میریم دکتر به ما دارو میده، به ما دوا میده، ما این دارو دوا را استفاده میکنیم اما نه طبق دستور دکتر میگه 6 ساعت یک بار مصرف کن، 8 ساعت یک بار مصرف کن، به این صورت مصرف کن. ولی ما هر وقت بیادمون بیاد، هر وقت دلمون بخواد، به هر صورتی که ما بخواهیم مصرف بکنیم، اون وقت قطعا این دوایش اثری ندارد و چه بسا این دوا اثر منفی دارد. لذا نمازی که الله عزوجل میخواد از ما، اون نمازی که استحضار قلب باشه، اون نمازی که با حضور دل باشه، اون نمازی که ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. الله را طوری عبادت کن که الله را گویا میبینی، چون که اگر خدا را نمیبینی خدا تو را میبیند. وقتی که انسان نماز را با این حضور قلب بخواند، انسان نماز را به این شکل بخواند، قطعا این نماز در انسان چی پیدا می کند؟ استحضار پیدا می کند. یعنی انسان همیشه احساس می کند خدا منو می بینه، من خدا را می بینم، من زیر ذره‌بین هستم، من زیر دوربین هستم. این رانندگانی که هر جا احساس می کنند دوربین هست، چطور قوانین را رعایت میکنن، سرعتشون حتی از اون حد مجاز هم پایین تره. چقدر انسان وقتی احساس بکنه دوربین بالا سرش هست، انسان چقدر مؤمن میشه، چقدر پایبند مقررات میشه، چقدر ضوابط را رعایت میکند. لذا یکی از فلسفه های نماز هم همینه که انسان احساس میکنه که همیشه من زیر دوربین پروردگار هستم، دست از پا خلاف بکنم همه ثبت میشه، همه نوشته میشه. وقتی که انسان با این استحضار نماز را بخواند، قطعا این انسانی میشه که رعایت میکنه، این انسان بیشتر لحاظ میکنه. لذا اون نمازی که ما میخوانیم الله رحم بکند بر ما که ما الله اکبر میگیم، ولی از زمانی که الله اکبر میگیم تا زمانی که سلام میگوییم نمیدونیم چی خوندیم، چند رکعت خوندیم، چرا ما خوندیم و به چه حالتی خواندیم. لذا این نماز خود مسلمی که این نماز اون تأثیر خودش را ندارد. لذا این را میخواستم عرض بکنم که هر عبادتی تأثیر خاص خودش را خواهد داشت. نماز هم تأثیرش را دارد، روزه هم تأثیرش را دارد. لذا عزیزان بعد از اینکه این تأثیرات و این دستاوردها را ما از نماز و از روزه ما اینها را حاصل میکنیم، بعد از ماه مبارک رمضان از دستشون ندیم، بعد از ماه مبارک رمضان حفظشون بکنیم. یکی از علائم قبولیت رمضان شما و ما اینه که ما بعد از ماه مبارک رمضان واقعا استقامت بکنیم. یه جوانی 2 شب 3 شب پیش در مسجد آمد و گریه کرد، گفت که من اشتباهات زیادی تو زندگیم داشتم ولی نمیدونم که توبه من قبول شده یا نشده. خیلی گریه کرد. به دل من یه چیزی آمد، من بهش گفتم نگران نباش، انشاءالله توبه قبول شده. رب مهربانی که ما میشناسیم و ربی که ما در قرآن خواندیم چنان ربی هست که انسان وقتی که صادقانه به او رجوع میکند الله تعالی او را میبخشد، الله سخت نمیگیرد. اما علامت توبهت که اگر میخوای واقعا بدونی که قبول شده یا نشده اینه که بعد از ماه مبارک رمضان اگر تونستی که استقامت بکنی، اگر توانستی که گناه را ترک بکنی، اگر توانستی که از معاصی و از خلاف شر همینطور دور بمانی، مثل این که رمضان شب و روز دعا و نیایش و گریه و زاری بود، اگر بعد از رمضان این حالت بود یا حداقل اگر این حالت نبود بعد از ماه مبارک رمضان توانستی و توفیق پیدا کردی که از گناه فاصله بگیری، از خلاف شر فاصله بگیری، از نافرمانی رب العالمین فاصله بگیری، پس تو موفق هستی، تو قطعا توبت قبول شده. اما اگر بعد از ماه مبارک رمضان دوباره شما مرتکب شدید، دوباره به طرف همون اشکالات و اشتباهات آمدی، پس بدون که تو توبه خوبی نبوده. درود شریف بخوانید. لذا عزیزان الله عزوجل، من گرچه موضوعم چیز دیگه بود ولی امروز چون سخنران بیشتر داریم من
به موضوع اصلا نمیپردازم، به همین جا اکتفا میکنم. الله عزوجل از ما میخواهد، در قرآن کریم آیه هست یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتكم. الله تعالی فرموده ای مؤمنین، ای بندگان مؤمن من، شما توبه بکنید و شما رجوع کنید به سوی الله، توبه نصوحا، توبه نصوح. اون وقت الله تعالی میفرماید عسى ربکم، وعده پروردگارتون هست، دو کار میکند، ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمام اشتباهات شما را کفاره میکند، تمام گناهان شما را محو و پاک میکند، و دوم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، شما را وارد بهشتی که انتظار و توقعش را دارید شما را وارد اون میکند، ولی به شرط اینکه توبه نصوح بشه. توبه نصوح همینی که بنده عرض کردم. توبه نصوح چند شرط گفتند علما. یک چیز، اولین شرطش اینه که انسان ندامت داشته باشه، پشیمان بشه بر اون اشتباهاتی که انسان انجام داده، و شرط دومش اینه که دوباره به سوی اون اعمال نره، دوباره به سوی اون اشتباهات نره، دوباره تکرار نشه. لذا اگر بعد از ماه مبارک رمضان ما توانستیم که استقامت بکنیم به اعمال رمضان، اون وقت ما انشاءالله توبه من نصوح است. و اگر میخواهید حفظ کنید این شرایط رمضان را، بعضی ها میپرسند که ما چیکار بکنیم که بعد از رمضان هم بتونیم ما از گناه دور بمانیم، ما بتونیم همین حالت رقتی که در رمضان بود، همین حالت شوق و عشق و علاقه‌ای که نسبت به عبادت در رمضان بود، ماشاءالله مساجد میدیدیم جاه نبود، انسان اگر کمی دیر میرفت جاهی گیرش نمی آمد. لذا چیکار بکنیم که این حالت بعد از ماه مبارک رمضان بماند؟ علاوه از این که انسان دعا بکند، از رب استقامت بخواهد، انسان احساس باید داشته باشد عزیزان که من در زندگی خودم یک مبارزه‌ای دارم انجام میدم. اون مبارزه با نفس هست، مبارزه با شیطان هست. در واقع انسان اگر این احساس را داشته باشد همیشه خلاف نفس باید عمل بکنه. مثلا همان گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود ماهی 3 روز روزه 13 و 14 و 15 ماه، یا هفته 2 روز روزه دوشنبه و پنجشنبه، و همچنین گاهی خلاف نفس شما از 3 چیزی بر او گران میشه. شما اگر صدقه خوبی در راه خدا بدید، شما اگر مال خوب به بینواها بدهید، شما اگر نماز خوبی بخوانید، شما اگر نیمه شب بلند بشید و خوابتون را فدا بکنید، این بر نفس خیلی سنگینه، بر نفس بسیار گران تمام میشه. لذا این اعمال را انسان به صورت استمرار انجام بده، همیشه سعی بکنه اون چیزی که نفس از ما میخواد، چون که روزه در واقع مبارزه خوبی با نفس بود. نفستون را کشتید، از صبح تا شب نه بهش غذا دادید، نه بهش نوشیدنی دادید، خوراک دادید. لذا وقتی که شما همین مبارزه را به صورتهای دیگری که در قرآن و سنت آمده اگر من و شما عزیزان انجام بدهیم، انشاءالله ما تا آخر بر همین حال میمانیم، ما تا آخر میتونیم استقامت بکنیم. لذا اون چیزی که مهم هست، اون چیزی که بسیار ضروری هست، این استقامت هست و توبه نصوح هست. الله عزوجل همه من و شما را توفیق عمل عنایت بفرماید، توفیق استقامت بده، توفیق بندگی درست بده، و الله عزوجل اون دستاوردی که ما از روزه حاصل شده، از قیام حاصل شده، از نماز تراویح و از نماز تهجد حاصل شده، و اون چیزی که الله تعالی به ما عنایت فرموده، توفیق بده ما اون را حفظ بکنیم. در واقع شما سرمایه برای خودتون جمع کردید، این سرمایه را باید حفظ کنین. این سرمایه را عقل می طلبد، و عقلمندی همینه که انسان با تمام وجود، همونطور که یک سرمایه مادی را اگر خدا به ما میده، چطور ما حفظش میکنیم؟ به وسیله خرید زمین، به وسیله بانک ها، به وسیله تجارت دیگر. همچنین این دستاوردی که از رمضان گیرمون آمده، این را سعی کنیم ضایع نکنیم، تلف نکنیم، از دستش ندیم. رب العالمین همه من و شما را صاحب توفیق بگرداند، و خدای عزوجل طاعات و عبادات ما را به بارگاه خودش
قبول بفرماید و در ادامه توفیق استقامت نصیب بفرماید. اقول قولی هذا و استغفر الله و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. من گوشی تاشه. عزیزان ضمناً یادآوری میشه که عزیزان انتظامات که با همون لباس و فرم مخصوص انتظامات و کارت انتظامات به خدمت شما میرسند، کارتخان در دست دارند و این جمع‌آوری که انجام میشه برای حوزه هست. همیشه شما در این روز حوزه را مورد مساعدت و یاری قرار میدید. الله تعالی شما را کمک بکند همیشه. لذا چون که آخر وقت کم میاریم، از الان این کارتخان ها فعال شدند و دارند عزیزان در صفحه میگردند. لذا با این عزیزان همکاری داشته باشید. جزاکم الله تعالی.